بیا مامان جونم. ما چرا بیا تو تعارف نکن. مامان جونم میخوام لباس پهن کنم قربونت برم. این چیه؟ این دره مامان جون. در بچه گذاشتن در بزنه دیگه. مامان دستم پای لباس بود با آرنجم. مامان خدا به سر داده، 2 تا دست داده، 2 تا پا داده. نمیشه پا رو در یهو پا رو باز کرد که. میگم که دستم پر بود مامان. حداقل پا در بزن. راست میگی. حالا یه دفعه شده مگه داشتی چیکار میکردی مامان جون؟ مامان اتاق به حریم خصوصی منه. داشتم بدون اجازه شما داشتم لباس عوض. نه مامان نمیگم که چرا، راست میگی. حالا یه دفعه اینجوری شده دیگه. مامانی چجور تو اتاق داری لباس عوض میکنی من یه در نمیزنم بدون اجازه؟ میگی مامان جون بدون اجازه چرا در نزدی؟ ولی تو بزرگتری نباید در بزنی. نه کارم اشتباهه مامان. باید از شما اجازه بگیرم. مادرم اجازه بگیری